یکی از کارهای مورد علاقه‌م اینه که بشنوم و به صدای بارون گوش بدم. صدای بارون، هوای پاییزی، یه قهوه داغ کنار شومینه با کتاب مورد علاقه‌م. یه خونه پر از سکوت. یه مرد توی آینه که هر روز بهم افتخار میکنه. فقط خودم و خودش میدونیم چقدر درد کشیدیم که به این آرامش برسیم. یه من تنها که پر از زخم تنش، پر از آدمایی که اومدن و رفتن، پر از تجربه، پر از درس، پر از اشک، پر از ناامیدی و خنده‌های ته دل. زمین میخورم و بارها از جام بلند میشم، چون فقط میخوام مرد توی آینه بهم افتخار کنه. چون جز اون هیچ کس پشت من نبوده، جز اون هیچ کس بعد هر بار زمین خوردنم بلندم نکرده. آدم‌ها ازم دور شدن تا تیکه‌های شکسته قلبم زخمیشون نکنه، ولی اون با وسواس زیاد تیکه‌های قلبمو جمع کرد و ترمیمش کرد. یکی از کارهای مورد علاقه اینه که زیر بارون بشینم. صدای بارون باعث میشه صدای آدم رو نشنوم. آدمایی که جز اذیت کردنم، طرد کردنم کاری انجام ندادن. داخل آینه نمیتونم نگاه کنم، داخلش انسان نمیبینم. موجودی میبینم که شبیه منه اما من نیست. هر روز که میگذره میفهمم زنده موندن مسئله منه تا زندگی کردن. هر روز میگذره نشخوار فکریم بیشتر و بیشتر میشه. اعتماد تو من مرده، به هیچ کسی حتی خانوادم هم اعتماد ندارم. نفس کشیدن برام سخت شده. نمیدونم انگار کسی گلوم رو با تمام زورش داره فشار میده. سمت چپ بدنم پر از زلزله هایی که ممکنه باعث تموم شدن این داستان بشه. شبا خوابم نمیبره، انگار هر شب با بختک هم نشینم. تو جوونی احساس میکنم پیرم، مثل یه آدم بی دینم پر از کینه، از زندگی سیرم.